تحقیرت میکنه اما باز هم نمیتونی ازش جدا شی. بهت بی احترامی میکنه اما بازم دلت براش تنگ میشه. احتمالاً دچار سندرم استکهلم رابطه عاطفی هستی. این واژه برای اولین بار بعد از یه سرقت مسلحانه سال 1973 در استکهلم سوئد مطرح شد که در اون گروگانها به گروگانگیرهاشون احساس نزدیکی و دفاع پیدا کردن. سندرم استکهلم یه واکنش روانی ناهوشیاره که در اون قربانی نسبت به کسی که بهش آسیب زده حس وابستگی یا حتی دلبستگی پیدا میکنه. روابطی که در اون خشونت عاطفی، روانی یا حتی جسمی وجود داره اما فرد آسیب زننده با رفتارهای محبت آمیز یا عذرخواهی‌های موقت نقش منجی رو بازی میکنه. یاست که قربانی دچار سردرگمی میشه و میگه این همونیه که دلش برام میره اما همونی هم هست که عزت نفسم رو خورد میکنه. به مرور فرد قربانی دلبسته همون فردی میشه که دردش داده و این تله خطرناک باعث میشه که فرد قربانی نتونه رابطه رو ترک کنه. خبر خوب این که سندرم استکهلم با آگاهی بخشی، درمان شناختی رفتاری و افزایش عزت نفس قابل درمان و میشه از این چرخه بیرون اومد و به آرامش رسید.